صبح امروز در میدان پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان واقع در خیابان به نام رحمان نبی فی مرکز ولایت به مناسبت گسیل دعوت شوندگان به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان جمع آمد تنتنوی برگزار گردید. رئیس ولایت سوخت رجب‌بای احمدزاده ضمن اشتراک به سخنرانی در جمع آمد ابراز داشت که طبق مقررات کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان حمایت وطن، منفعت‌های دولت، تحکیم استقلالیت دولتی و اقتدار مدافعوی آن وظیفه مقدسی هر شهروند می باشد. در اساس طلبات قانون جمهوری تاجیکستان درباره عهده‌داری عمومی حربی و خدمت حربی و فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان هر سال در 2 مرحله دعوت شهروندان به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان تشکیل و گزارده بشود. زیرا طبق مقررات کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان حمایت وطن، منفعت‌های دولت، تحکیم استقلالیت دولتی و اقتدار مدافعی آن وظیفه مقدسی هر یک شهروند دانسته شده است. در ادامه ذکر گردید که امروز جوانانی با ننگ و ناموس ما خوب درک کرده اند که خدمت به وطن برای آنها قرض مقدس فرزندی و رسالت مردانگی است. نسل جوان در صف قوه‌های مسلح مملکت خدمت نموده مهمترین مکتب آب حیات را پسی سر میکنند. محض در همین جا جوان پسران درس شجاعت و مردانگی و محافظت کردن خاک پاک وطن را میآموزند. یعنی خدمت حربی نشانه روشن احساس وطن دوستی، درک ضرورت و اهمیت حمایت منفعت‌های دولت و خلق تاجیکستان میباشند. مادران نواسکران نیز خدمت به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان را وظیفه شهروندی هر یک جوان پسر دانستند. فرزند عزیز مهربانم محمد جان را به خدمت وطن عزیزم و خواهش خودش میخواهم خدمت کرده به سری بلند صاحب کسب و هنر نقش شده باز به وطنش برگردد. من از وطن مهربانم هزارها منت دارم و جناب عالی صدها سلام خودم را میرسانم. صدها سلام به همه سعادت‌های به اختیار خود میرفته. در ادامه چاره‌بینی گفته شد در شرایط امروزه برای بدوباش خدمتچیان حربی از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان و وزارت مدافعه مملکت شرایط خوبی خدمتی و معیشی همه‌جانبه فراهم آورده شده است. حامیان وطن در لحظه‌های خیلی مشکل همچون محافظان صادق و وفادار ملت برای اجرای وظیفه‌های در نزدشان گذاشته شده متانت و مردانگی نشان دادند. در تحکیم صلح و ثبات دولت نو تاجیکان با عزم قوی خدمتی نمونه‌وی کردند. باوری کامل داریم که خدمتچیان حربی از سرباز قطاری تا گنرال منبت نیز در تحکیم امنیت دولت و ملت سهمی شایسته گذاشته مرزهای وطن عزیزمان را با شرفانه حمایت می‌نمایند. علاوه گردید در چاره‌بینی یادآور باید شد که در نتیجه درست به راه ماندن کارهای ترغیباتی و تشویقاتی تا امروز صدها نفر جوانان وطن دوست اختیاری به کمیسریات‌های حربی حاضر گردیدند آمادگی خویش را برای ادای خدمت حربی بیان نمودند. امروز باشد گروه کلان دعوت شوندگان به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان گسیل کرده شدند. از چهره خندان و طینت و رفتار هر یک نفری حاضر شده بیان شد که جوانان خدمت کردن برای مادر وطن را قرض و شرف فرزندی می‌دانند. پس از نمایش چاره‌بینی فرهنگی سربازان و افسران به قسم‌های حربی روانه شدند.